را تقدیم شما میکنم و افتخارشون یک کف بزنید لطفا. چی زیبا برام میشه. خواهش میکنم. رفتم. رقص حسیب ساید در محفل افغانهای ازبکستان، محفلی که با هنرنمایی آریانا سعید آغاز و با رقص و پایکوبی تمام شد. پرهزینه ترین هتل ازبکستان و یک شب فراموش ناشدنی. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر ما. لطف نموده کانال ما را سابسکرایب نمایید. حسیب ساید همسر و منیجر آریانا سعید است که همیشه در روند کاری و ثبت برنامه های وی او را کمک می کند. شب گذشته در یکی از بزرگترین جشن عروسی افغانهای ازبکستان اشتراک نمود که بزرگترین و پرهزینه ترین هتل‌های ازبکستان گفته می شود. در این محفل چهره‌های شناخته شده کشور ازبکستان و هنرمندان مشهور ازبکستان حضور یافتند. آریانا سعید که نقش آوازخوان این محفل را بر عهده داشت، عروس و داماد را به بهترین شکل پذیرایی نمود. حسیب ساید برای زیبا ساختن این محفل آریانا سعید را همراهی میکرد و تعداد با دیدن حسیب ساید با وی رقص میکردند. اشتراک کنندگان این محفل از آریانا سعید خواستار بودن چند روز دیگر هم در ازبکستان شدند تا در چند محفل دیگر هم اشتراک کند. آریانا سعید 2 ماه قبل در این محفل دعوت شده بود. تکت دو طرفه هم برای تیم آریانا سعید گرفته شده بود. آریانا سعید یکی از هنرمندان سرشناس افغانستان است که برای اولین بار در کشورهای آسیایی کنسرت‌های ویژه روی دست گرفته. 2 هفته قبل آریانا سعید به تاجیکستان سفر کرد و کنسرت‌های ویژه برای سال نو با تکت‌های رایگان دایر نمود که از طرف مردم تاجیکستان حمایت و تشویق شد. آریانا سعید روز قبل وارد ازبکستان شد، با موج علاقمندان و دوستداران خود روبرو شد. تعداد با هدیه‌های گل از وی پذیرایی نمودند. علت سفر آریانا سعید به ازبکستان ثبت 2 آهنگ جدید وی در باربود موزیک و ساختن ویژه برنامه‌های ایدی باربود موزیک هست. همچنان اشتراک در محافل افغانها برنامه‌هایی است که آریانا سعید روی آن پرداخته. دوستای گرامی، آیا شما هم می‌خواهید در محافل عروسی دوستانتان و نزدیکانتان آریانا سعید اشتراک کند؟ نظریاتتان را در کامنت بنویسید و همچنان فراموش نکنید جهت حمایت از کانال ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. تا دیدار بعد، الله پاک نگهدارتان.